السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند، بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشته‌تان رنگین کمان خیلی خوشنود و سرفرازند که نگاه های گرم شما به برنامه ما نگران است. کوشش میکنیم دقیقه هایی که همراه ما هستید هرگز بی ثمر نرود. بهار عروسی سال در جمهوری امان کنفرمایی میکند. روز از روز درختان لباسی سبز به بر می کشد. کس از تماشای گل و میسه های رنگارنگ فرحمندی را به خود احساس می کند و این همه زیبایی شادمانی به کس کیفیت خوش حیه می سازد. در چنین دم ما از آن فخر و افتخار می کنیم که در چنین دیار آزاد و آباد که صلح و صلاح کنفرمایی می کند و برای مردمش تمام زندگی ها شرط و شرایط ها مهیا است برد و باش داریم. زیرا با گفت شاعر دیاری رودکی از نوجوان شد، بیا از بوستانش گل بچینیم. غزلخوانی و خوشگویی پسند است در این کشور که بر تاجش نگینیم. اینک توجه نماید. مگر خانه نداره، ای زلف پریشان
تو مگر شانه نداری. از روی عنعنه 15 اپریل هر سال روز عینی خوانی اعلان گشته است و طبیعی است که بنابر خدمت استاد عینی در بنیاد ادبیات نوین تاجیک و عموما ادبیات و مدنیت مردممان در نیمه دوم عصر 20 بی‌نظیر است. استاد عینی از جمله اساسگزار و از مؤلفان فعال روزنامه آواز تاجیک به شمار می رود. پیش از همه تاکید باید کرد که زبان یکی از والاترین ارزش‌های انسانی، یعنی واسطه است که تاریخ و فرهنگ ملت و خلقیت‌های گوناگون توسط آن به جهانیان معرفی می‌گردد. دیگر خیلی ifade نماییم هیچ ملت به زبان ملی وجود داشته نمی‌تواند. از این رو استاد صدرالدین عینی در یکی از شماره‌های اولین روزنامه آواز تاجیک گفته بود که قومی که روزنامه ندارد و زبان ندارد. ملتی به روزنامه آدمی به زبان را میماند. 98 سال این جانب نشریه سرنوشت‌ساز تاجیکان آواز تاجیک چون چراغ فروزان به هر یک خاندان صاحب خیردان روشنی عطا نموده برای در روحیه خودشناسی ملی تربیت نمودن چندین نسل همه جانبه سهم باسزای خود را گذاشت. آواز تاجیک بر آن سعی نمود که صاحب این زبان ناب و شیوا از تمام حوادث و نوگانی‌های جامعه بشری و جمهوری واقف کردند، در همه لحظه ها پیرو آن باشند. روزنامه هر لحظه به خوانندگان تاکید می نماید که ای همزبان از اصل خود دور نشو، زبان ناب خود، زبان پاک و بی‌الایش خود را که چندین سالها در عالم تنین انداز گردید احترام نما. استاد عینی نه فقط اساسگزار روزنامه و مجله های عصر 20 بلکه در تربیت ادیبان جوان چی به واسطه و چی با واسطه از طریق نشریه ها سی بزرگ گذاشته است. خاصتا پایه‌گذار ادبیات نوین تاجیک استاد صدرالدین عینی بسیار خدمت‌هایش بی‌قیاس است، بی‌نظیر است و در تشکیل همین روزنامه هنوز وقتی که در سمرقند یک دایره ادبی تشکیل شده بود و تحت رهبری استاد عینی خیلی ادیبان در اطراف استاد عینی جمع شده به پیشرفت ادبیات، زبان، فرهنگ، مکتب و معارف تاجیک جمهوری خیلی سهمگذار بودند. ما همه ساله زادروز استاد عینی را به طور شایسته استقبال میگیریم. دایر به استاد بسیار مقاله های خواندنی روی چاپ را میبینند. بسیار نویسنده ها، ادیبان، شاعران و آنهایی که با استاد عینی هم نفس بودند بسیار خاطره های جالبشان را با مردم به هم میبینند. با تاریخ و ایجادات استاد عینی و شرایط محیطی که اثرهای جاودانه نویسنده انشا شده اند، مخلصان و علاقمندان ایجادات ادیب می تواند در خانه موزه استاد عینی در سمرقند شناخته شوند. خصوصا در این روزهای عینی خوانی موزه سرآدم است. خیلی که بر همه ما معلوم است با قرار حکومت خانه موزه استاد صدرالدین عینی از نو تعمیر گردید. حالا آنجا مکان عالمان و شاعران، دانشجویان، هر یک پیرو جوان می باشد. هر گونه تدبیرهای معرفتی و معنوی در آنجا برگزار می گردند. من از آن خرسند هستم که در این روزنامه با زبان صدرالدین عینی، با زبان استاد، زبانی آن کس ساده، عادی و عامه فهم بود کار میکنم، فعالیت میبرم. حالا هم در جوان کتاب های ما اثرهای استاد عادی نه، یتیم، پویست های آن کس، مرگ سودخور، یادداشت ها جای دارند و آن را هر دایم گرفته ورق میزنیم.
با قهرمان های آنها شناس می شدیم که دایر به عشق و محبتی پاک، صاف، صمیمی، دوستی و برادری، ارزش های ملی امان بخشیده شده اند. من حالا در عرفه زادروز استاد بر روزنامه ما مقاله و موادهای مخلصان که دوستداران زبان استاد هستند می آیند و آن را ما تحلیل و تحریر می نماییم و بار دیگر با زبان استاد گویا ما آشنا می گردیم. بار دیگر گویا با استاد ما هم فکر هم پهلو هستیم. حالا موافق انانه روزنامه آواز تاجیک که استاد عینی به آن اساس گذاشته است از جانب نسل نوی ایجادکاران ادامه داده می شود. همین طریق روزنامه و اهل آن قدم های باوری بخش می گذارد. همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر، تاریخ 12 اپریل در تمامی دنیا روز بین الخلقی کیهان نوردی اعلان گشته است. از این لحاظ ما خواستیم در جریان برنامه آیدی فعالیت شادروان اکادمیک شوکت واحدوف حکایه نماییم که در این ساحه در وطنمان سهمی مناسب گذاشتند. زمان پیشرفت علم کیهان و کیهان شناسی، جمهوری ما نیز در پیشرفت علم و تکنیکی کیهان و کیهان نوردی حصه خود را گذاشته است و این کامیابی ها اساساً به اتحادیه علمی تحقیقاتی کائنات وابسته بود. عموماً فعالیت اتحادیه با نام اکادمیک شوکت واحدوف وابسته می باشد، زیرا تحت راهبری او در بیروی کنستروکتاری در تاشکند برای موشک‌هایی که به کیهان پرواز می‌کردند بعضی دستگاه‌ها ساخته می‌شد. این دستگاه‌ها از جانب فیزیک تحقیقاتچیان ازبکستان استحصال گردیده برای ترقیات تکنیکی کیهان نوردی خدمت کردند. این عنعنه نه فقط با اختراع و ساختن دستگاه‌های مهم تکنیکی بلکه با پرورش محققان و کیهان نوردان نیز انجام یافته است. از جمله ما افتخار داریم که زاده جمهوری امان ولادیمیر جانبکوف به کیهان 5 مراتب پرواز کرده است. هر یک تا که اینجا دیستگی کتاب مشود می یک ورق مشود می هر یک تا و خودش تاریخش هست. من کائنات مثلش بگیرید، من اینجا من ویدیو کاستو اینا همش چندین ساعت میشد فیلم ها درباره کائنات. این همون علم اساسشون و با سفارش دولت ازبکستان سال 2003 فیلم گرفته شد. یلدوزلرگ اینطلب گفته. پدر دائما به کیهان به ستاره ها نگاه کرده، هوس کرده، یک همون پریدن اون کسان کائنات رو براندن هوس میکردن. علمش چخور کردن اکن 30 سال دیگر بود، ولی من فکر میکنم که همون امکانیتش گفته حاضر مسافت میپرد می پرواز میکنید می پرواز گفت هم گفته فکر میکنم چون که جدا هم شوقشون بالا. هرچند که خودشون پرواز نکرده باشن علمشون شاگردانشون شکر که پرواز کردن و نام البته شوکت واحدوف در دنیا تنین انداز گشت. با تشبوس اکادمیک شوکت واحدوف در جمهوری مکتب بین الخلقی کیهان تشکیل گردید و غالبان آزمونی مخصوصی که در موضوع کیهان و فیزیک برای خوانندگان مکتب‌ها اعلام می‌گردید. غالبانش تابستان هر سال در لگری مخصوصی مکتب در ناحیه پرکنت ولایت تاشکند هنگام تعطیل با تحصیل و عملیات فرا گرفته می‌شدند. در این مکتب از جمله کیهان نوردان و محققان فیزیکوی و اویاتسیا درس می‌گفتند. رهبرای ازبکستان شراف رشیدوف علم کائنات، فیزیک یا صنعت هواپیما سازی یا صنعت سنگین ما میگیم، همین تراکتور زاود و مثال جدا مل یا مترو ساختگیشون، این کسا همین ازبکستان به وطن هم به علم فن رواج گیرد آینده، چون که هر دولت هر خلق
علمش هر چقدر بقوت باشد ریشه‌دار باشد همین قین آیندهش فراوان نورافشان میشد گفته حرکت میکردن. همون یکی نمونه هایی که من از یکی آمده همون سفری همون بازدیدی از همون نیویچ این یک 60 کیلومتر تاشکند همون جبه آمده من یک درخت کاری کردن. من اینجا شرابو میگیم و در پشتشون من پدرم وایستادین همینجا من درخت کارسین اومده. اکادمیک شوکت واحدوف با وجود اینکه تمام فعالیت علمی خود را به فنهای دقیق بخشیده است برای ساحه شعر و ادب نیز بیگانه نبود. برای این عالم نامدار شعر و غزلهای خواجه حافظ، حکیم عمر خیام، فردوسی و سعدی بیگانه نبود. برای همین هم در قطار کتاب‌های فنهای دقیق و تکنیکی اثرهای شاعر و نویسندگان بزرگ را نیز می‌بینیم. من این در عکس می‌بینیم اینجا مثلا پدرم جوانشون این مادرم با همدیگر مشاعره می‌کردن. همون یک از علم یک لحظه‌ای که تنفس گوییم اگر یک دمگیری دادیم یک شعر بیت یک دو سه مصرع بیتش خواندم بعد کنی دوام کن ما گفتم و مادرم از جای ایستادگیشون دوام میکردن. این یک برای بچه‌ها یک تربیه هم بود. اینا بینیتون گوش کنیتون من اینجا مخصوص شینیتون نمیگفتم. این همین حیات دوامش با خودشون نمونه بودن. ها همون مثلا آشپزخانه به یک آش پختن وقتش بهم یک طعام تیار کرده که وقت بهم همونجا بیام میشد اینجا یا یک تلویزیون یا از رادیو یگون و موسیقی کلاسیکی شونده ایستاده که وقتش به همون اینطور خاموش میکردن و دوام کن میگفتن یادگارشون به همین شعرهای میخوندن ما قائل میموندیم که اینقدر شعر اینقدر ربایی قطعه مسدس محمس همش از یاد بود. ما حیران میشدیم که این نوع سرشون به معشون به فیزیک گجاش به جایش از کائنات گجاش به جایش این شعریت و تاریخ گفته نمونه بود و همیشه داده میگفتن که هر چیزی که به من رسیدیم نصفش یعنی مادرتام گفته. حالا در تمام جمهوری اعتبار به ساحه کیهان دوباره زیاد می گردد. قرار پرزیدنت درباره تأسیس نمودن ازبک کاسموس از این دلالت می نماید. امید است که برای رواج دادن ساحه کارهای عملی انجام داده اکادمیک شوکت واحدوف زمینه مستحکم می گردد. لب دانه ای خال تمرا جنگ کردی بهوده دل تنگ کردی